این داستان بر اساس واقعیت کارگاه‌های این پرونده اد و لارن، خانه تسخیر شده پنسیلوانیا. اسم من لارنه. همسرم اد توسط جنت صدا شدیم. در آستانه تعطیلات کریسمس بودش. 17 ژانویه برای اولین بار ما به خونه رفتیم. با خانواده مصاحبه کردیم درباره اتفاقاتی که میگفتن داخل این خونه داره میافته. امروز 14 فوریه و دوباره اومدیم داخل خونه. جک، میشه اسم کامل تو بگی؟ خب، من جک هستم. همسرم جنت. 4 تا دختر داریم به اسم دان، شانون، کارل و هدر. این خونه جن زده است. 1 سال پیش اگه بهم میگفتن باور نمی‌کردم. میگفتم بریم پیش روانپزشک. اما الان مطمئنم که این خونه جن زده است. در سال 1972 یه طوفان شدید میاد و خونه خانواده اسمون رو به هم میزنه. اونا مجبور میشن که کوچ کنن، از اون شهر برن و یه خونه ارزون قیمت و خراب و قدیمی بخرن. اون خونه داخل پنسیلوانیا است. یه خونه تعمیری. محلیای اون منطقه میگفتن که اون خونه تسخیر شده است. نه تنها اون خونه، بلکه همه اون خونه‌هایی که اطراف هستن و خالیان یه جورایی ترسناک و مشکوکن. جک، پدر خانواده، تکنیسیان سابق روانپزشکی نیروی دریایی بود و الان هم مدیر تولید شرکت یه آدمسازیه. جنت یه مادر معمولی و خانه‌دار و مهربون. خونه اونا نزدیک به صخره ملکه استره، محل قتل عام جنگ انقلاب در سال 1778. محلیای اون منطقه میگن که یه مادر وقتی بچهش اونجا به قتل میرسه برای تلافی کل اون منطقه رو نفرین میکنه و همین خاطر میگه که اون سرزمین یه سرزمین نفرین شده است. حتی خیلی ها میگن بازسازی اون خونه باعث شد که یه شیطان که اونجا خوابیده بود دوباره زنده بشه. خانواده اسمول بعد از اینکه از اون خونه کوچ کردن اومدن این خونه جدید شروع به تعمیرات کردن و کم کم بعد از یه مدتی یه چیزایی رو احساس کردن. به عنوان مثال وسایلشون داخل خونه گم میشد. مثلا ابزاری که داشتن واسه تعمیر خونه استفاده میکردن الان میذاشتنش این کنار خودشون، ولی بعد یهو غیب میشد و کجا پیدا میکردن؟ پشت رادیاتور یا زیر شیروانی خونه. فیلم جدید کانجرین 4 دقیقاً بر اساس همین داستان ساخته شده. تمام مصاحبه‌ها و ویدیوهایی که داخل این ویدیو میبینید کاملا واقعی هستن. من امیرم، به کانال داستان ترسناک خوش اومدید. قبل اینکه ادامه این ویدیو رو نگاه کنیم لطفاً ویدیو رو لایک کنید و کانال منو سابسکرایب کنید. مرسی. خب برگردیم به ادامه داستان. افسانه‌های محلی میگن ارواح انتقامجو اون انقلاب که قتل عام شدن هنوز توی اون منطقه دارن زندگی میکنن و هر کسی که داخل اون خونه ها میشه رو یه جور اذیت میکنن. کم کم اتفاقات عجیب غریبی که داخل خونه میافتاد بیشتر شد. مثل خانواده یه بوی تعفن احساس میکردن داخل خونه، مثل گوشت پوسیده یا بوی یه جنازه داخل خونه بودش و این بو یهو میامد و یهو هم غیب میشد. یعنی خانواده احساس میکردن که دارن خفه میشن، بهشون حالت تهوع دست میدن. حتی وقتی که از خونه میرفتن بیرون دوست آشنا میگفتن که لباستون یه بویی میده. دقیقاً اون لباس اون بوی اون تعفنی که داشت رو جذب کرده بودش. حتی اعضای خانواده میگفتن که ما روی دیوارای خونه یه سری لکه‌های سیاه میبینیم که یهو به وجود میاد و بعد از چند دقیقه یهو غیب میشه. دخترشون میگفت که طبقه بالا دقیقاً شیروانی صدای قدم‌های یه آدم رو ما میشنویم، با اینکه اونجا اصلا هیچ کسی هم نیست. حتی جنت میگفت وقتی داشتم لباسای بچه‌ها رو مرتب میکردم یهو یه صدای شنیدم که یکی داشت منو صدا میکرد. میگفت جنت و من واقعا ترسیده بودم. جان و مری هم پدر مادر جک بودن که گاهی باهاشون توی اون خونه زندگی میکردن. مری میگه یه شب با جان داشتیم حرف میزدیم اما یهو صدای جک و جنت رو از داخل اتاقی که ته خونه بود شنیدیم. داشتن با هم دعوا میکردن، دعوای خیلی شدید و هر لحظه گفتیم که ممکنه این دعوا یه خشونتی داشته باشه، ممکنه یه بلایی سر هم دیگه بیارن. مری و جان میگن ما سریع رفتیم داخل اتاق، در رو باز کردیم و صحنه‌ای که دیدیم شوکه شدیم. جک و جنت نشسته بودن پای تلویزیون و داشتن یه برنامه خیلی ساده نگاه میکردن با صدای خیلی کم.
بهشون گفتیم که شما الان داشتین سر صدا میکردین، خوبین بچه‌ها؟ جک و جنت گفتن آره، ما اصلا حرف نزدیم. همونجا بود که جان و مری شوکه شدن، گفتن یعنی چی؟ همین الان ما صدا شما رو شنیدیم که داشتین سر صدا میکردین، داد و بیداد میکردین. جک و جنت گفتن نه، ما اتفاقا خیلی هم ساکتیم و داریم این برنامه رو نگاه میکنیم. اعضای خانواده میگفتن که یک موجودی اینجا هست و صدای ما رو داره تقلید میکنه. این اتفاق افتاده و مثلا جک احساس میکرد که مثلا داره جنت اون صدا میکنه، ولی وقتی که میرفت میدید که جنت اونجا وجود نداره. بچه‌هاشون همینجوری صدای پدر مادرشون رو میشنیدن، ولی وقتی میرفتن میدیدن که اصلا اونجا کسی نیست. سایمون سگ خانواده داخل خونه یهو شروع میکرد به سر صدا کردن. به یک گوشه تاریک از خونه خیره میشد و شروع میکرد به سر صدا کردن. خانواده میگفتن که سایمون آروم باش، چی شده، چرا اینقدر سر صدا میکنی؟ سایمون یه چیزی رو تو اون تاریکی میدید که بقیه اعضای خانواده نمیدیدن. وسایل برقی خونه با اینکه از برقم کشیده شده بودن اما یهو روشن میشدن، یا اینکه جرقه میزدن، یا حتی با اینکه از برقم کشیده بودن میسوختن. یه بوی سوختگی داخل خونه بود و متوجه میشد که فلان وسیله برقی خودش روشن شده با اینکه از برقم کشیده بودش. دان دختر 9 ساله خانواده میگفت که یه سری از نقاط خونه خیلی سرده. میگفت توی اون منطقه وقتی حرف میزنم یه بخار خیلی شدید از دهنم میاد و این سرما حتی توی تابستون هم وجود داشت. و نکته عجیبترش اینه که اون سرما فقط در حد 2-3 دقیقه بود و کلا طبیعی میشد. خانواده گفتن که خونه قدیمیه، حتما تعمیرات مشکل داره، مثل هر آدم دیگه ای رو میاره به منطق، بهونه میاره، میگه نه این اتفاقات وجود نداره و الکی و اینا، تا اینکه قضیه داشت شدیدتر و خطرناکتر میشد. خانواده میگفتن از داخل دیوار صدا میاد، یه صدایی مثل این که داره یک محکم به دیوار میکوبه. دقیقاً هم موقعی بود که ما همه خواب بودیم و وقتی که این اتفاق میافتاد از خواب میپریدیم و میترسیدیم. سگ خونه شروع میکرد به سر صدا کردن، پرش میکرد و حتی نصف شب یهو زوزه میکشید. خانواده که خیلی نگران شدن سریع به رسانه‌ها اطلاع دادن. اینجا بود که رسانه‌ها وارد عمل شدن و کلی خبرنگار دور اون خونه‌شون رو گرفتن. خیلی هم میگفتن که این خانواده دارن از این راه جلب توجه میکنن تا یه پولی به دست بیارن. حتما براتون سواله که چرا اون خانواده از اون خونه نیومدن بیرون. میگفتن که ما واقعا شرایط مالی نداریم که این خونه رو الان بفروشیم و بریم یه جای دیگه زندگی کنیم و چاره ای نداریم. این اتفاقات اینقدر ترسناک شد که خانواده رفتن به کلیسا. از اونجا خواستن که چند تا کشیش بفرستن بیان این خونه رو بررسی کنن. کشیشا اومدن و خونه رو نگاه کردن و تطهیرش کردن، اما بلافاصله هر کشیش که میآمد از اون خونه فرار میکرد و میگفت من دیگه نمیخوام بیام توی این خونه. بازم فایده نداشت، کشیش میترسید، اون تطهیری هم که انجام میداد اصلا تأثیری نداشت. اون آب مقدسی هم که کشیش روی زمین میریخت بازم فایده نداشت. جک میگه سایمون به مدت 1 دقیقه داشت سوزه خیلی عمیقی میکشید. من از خواب بیدار شدم و دستم آروم بردم سمتش، ولی وقتی بردم سمتش یهو انگار یه نیروی دستم نگه داشته بود، نمیتونستم دستم تکون بدم و کاملا ثابت شده بود. به زور سعی کردم تا دستم آزاد کنم. وقتی نگاه کردم به سایمون دیدم که سایمون خوابه و فقط یه صدای زوزه داره انگار از درون بدنش میاد. دستم گذاشتم روی شکمش، دیدم نه، ولی یه صدای زوزه خیلی ترسناک و غمگین از درون بدنش داشت میآمد. خانواده اسمور تصمیم گرفتن که شبا با هم دیگه دعا بخونن، اما وقتی دعا میخوندن اون تسبیحی که دستشون بود یهو کنده میشد، دونه‌هاش میافتاد روی زمین و اصلا نمیتونستن درست یه دعای خوب بخونن. همسایه‌ها میگفتن این خونه حتی وقتی که اعضای خونه ازش میرن بیرون بازم یه سری سر صدا میاد. صدای گریه و جیغ از داخل خونه میومد با اینکه هیچ کس هم نبود. در سال 1978 دوقلوهای خانواده اسمور به دنیا آمدن. خانواده فکر می‌کردن با به دنیا آمدن شارون و کارن یه شادی موقت دارن، ولی این بچه‌ها بیش از حد گریه می‌کردن. نوزادا به شدت گریه‌های عجیب و وحشتناکی داشتن. جک میگه یه شب چراغ سقفی خونه یهو بدون هیچ دلیلی با تمام قدرت افتاد زمین و خورد تو سر یکی از دختران و سرش خونی شد بدون هیچ دلیلی. حتی یه نفر اومد نگاه کرد، گفت اصلا امکان نداره که این چراغ سقفی وقتی به این محکمی بسته شده یهو با این شدت بخوره زمین. بعد این ماجرا لکه‌های سیاهی که روی دیوار بود کم کم داشت بیشتر میشد
حتی خانواده میگفتن که از روی دیوار داره حرکت میکنه و یهو غیب میشه. این اتفاقات کم کم داشت بزرگ و بزرگتر میشد. خانواده میگفتن که ما یه سری سایه میبینیم، سایه‌ای که از این اتاق به اون اتاق حرکت میکنه. جک و جنت میگن ما یه موجودی رو دیدیم، شکل سایه بود، یعنی تقریبا شبیه آدم بود که از این اتاق با تمام سرعت میرفت داخل اون اتاق. و وقتی میرفتیم تو اون اتاق میدیدیم که هیچ کس نیست. هدر دختر خانواده میگه که یه شب که خواب بودم، تو دل خواب یهو از خواب بیدار شدم. پایین رو نگاه کردم، دیدم که داخل کمد اتاقم 2 تا چشم قرمز داره بهم نگاه میکنه. همون لحظه شوکه شدم. 2 تا چشم کاملا بهم خیره شده بودن. چراغ رو روشن کردم، دیدم 2 تا چشم نیستش. تا مدت‌ها اون 2 تا چشم هنوز توی ذهنم بود و من میترسیدم. جنت مادر خونه میگه داشتم لباسا رو مرتب میکردم و بندازم داخل ماشین لباسشویی که یهو احساس کردم یکی داره از پشت منو صدا میکنه با یه لحن تمسخرآمیز و خنده. یه چیزی مثل جنت میگه برگشتم نگاه کردم، دیدم کسی نیست. دوباره شروع کردم به مرتب کردن لباسات، دیدم یه بار دیگه داره یکی منو صدا میکنه و میگه جنت. سریع همون لحظه داد زدم، گفتم چی میخواد، که یهو صدای تلویزیون خونه زیاد شد. بدون هیچ دلیلی من شوکه شدم که چرا تلویزیون یهو روشن شد و صداش اینقدر زیاد شد. صورتم برگردوندم به سمت لباسا و دیدم که صدای تلویزیون قطع شد. دوباره یه نفر داره منو صدا میکنه، میگه جنت. همون لحظه اینقدر عصبانی شدم که اون لباسا و وسایل هر چی که تو دستم بود پرت کردم پایین و بدو کردم رفتم تو اتاق، درم بستم. جک میگه خواب بودم، نصف شب یهو بیدار شدم. احساس کردم یه نفر پایین تختمه. نگاه کردم دیدم یه زن ایستاده و بهم زل میزنه. یه موجود عجیب غریب بود، نمیدونم زن بود چه شکلی بود ولی خیلی ترسناک بود. بعد متوجه شدم که 4 فوت تو هوا معلقم و تختم جدا شدم. و همون حالتی که ساکن بودم و خشکم زده بود، دیدم که اون سایه زن داره از روی بدن من حرکت میکنه و میاد به صورتم نزدیک میشه. و میتونم بگم که اون لحظه آره بهم تجاوز شده بود. خانواده میگن که کارن نوزاد خونه یهو بیدلیل شروع میکرد به گریه کردن و داد زدن. یا وقتی که داخل گهواره بود بدون که کسی نزدیک اون گهواره باشه سریع تکون میخورد. جک و جنت وقتی دیدن که گهواره اینقدر شدید داره تکون میخوره گفتن الان ممکنه یه بلای سر کارن بیاد. اونا هم بلافاصله کارن رو از تو گهواره آوردن بیرون. یه اتفاق وحشتناکتری که افتاد برای سایمون تفلک یهو از جاش بلند شد و محکم کوبیده شد به دیوار. مری میگه که یه روز بهش حمله قلبی دست داد. همون لحظه داشت به یه آینه قدی بلند که داخل اتاقشون بود نگاه میکرد. یهو بدون اینکه سمت آینه کسی چیزی پرت کنه تیکه تیکه شد و افتاد روی زمین. کل خانواده میگفتن که ما یه حیوان کوچیک سیاه هم کف اتاقا میبینیم. یه حیوانی که نه دم داره نه صورت، ولی شبیه به یه توله سگ و یه رنگ قهوه‌ای مانندم داره. جک و جنت میگن ما داشتیم تلویزیون نگاه میکردیم، یهو دیدیم که این حیوان کوچیک سیاه از پشت این مبل با تمام سرعت حرکت کرد رفت پشت اون مبل. رفتیم نگاه کردیم دیدیم که هیچی اینجا نیستش. جنت یه روز داخل آشپزخونه بوده. اونجا یه بوفه چینی داره که کلی ظروف چینی داخلشه و میگه که اون بوفه خیلی سنگینه، یعنی هیچ کس حتی یه نفرم نمیتونه جابجاش کنه. از آشپزخونه میاد بیرون و یه کاری داره. وقتی برمیگرده یه صحنه‌ای رو میبینه که شوکه میشه. بوفه چینی به اون سنگینی بدون اینکه حتی یه دونه از ظرفاش بشکنه حدود 13 اینچ جابجا شده بود. جنت قسم میخورد، میگفتش که من مطمئنم که این بوفه چینی اونجا بود، الان حدود 13 اینچ جابجا شده. پدر مادر جک میگفتن که ما دائم صدای کوبیدن میشنویم که انگار یکی داره به دیوار میکوبه. حتی میگه ما یه روز متوجه شدیم که شیر حمام بازه و صدای قدم زدن یه آدم رو داخل حمام شنیدیم. جان سریع اسلحه رو بر میداره و میره داخل حمام. صحنه‌ای که میبینه شوکه میشه. هیچ کس داخل اون حمام نبود و حتی شیر و آبم بسته بود. جان قسم میخورد، مری هم قسم میخورد، میگو ما شنیدیم که یه نفر داخل حمام داره راه میره. جدا از این اتفاقات صدای سیفون میومد که انگار یه نفر داشت سیفون دستشویی رو میکشید و حتی چند بار پشت سر هم تکرار میکرد. جان میگه یه روز داشتم تو خونه راه میرفتم یهو متوجه شدم که یک گرد و غبار
سیاه رنگ شبیه به یه موجود، شبیه به یک انسان داره از پله ها میاد پایین. حتی یه شب پایین تختم دیدم که یه سایه سیاه شبیه به یه مرد ایستاده. چراغو که روشن کردم دیدم نیست. اد و لارن 2 کارگاه ماورایی یا 2 آدم معمولی بودن که پرونده های ماورایی رو حل میکردن. لارن میگفت که توانایی اینو داره که روح‌ها رو ببینه. بعد اینکه این حرفا رو از خانواده شنید خودش وارد خونه شد. لارن گفتش که من توی این خونه یه موجود شیطانی حس میکنم و 2 روح یه زن و یه مرد و اون دیو شیطانی داره این 2 روح رو کنترل میکنه و از ترس خانواده تغذیه میکنه و هی بزرگتر خطرناکتر میشه. جک تعریف میکرد، میگه که یه روز جنت ایستاده بود بدون اینکه کسی کنارش باشه، ولی یهو با تمام قدرت پرت شد خورد به دیوار. جنت هم تعریف میکنه، میگه یه شب که کنار جک خوابیده بودم یهو از اتاق شیرونی بالا صدای قدم زدن یه مرد رو شنیدم. نه یک قدم زدن معمولی، شبیه به قدم زدن یه آدم 250 یا 300 کیلویی. به جک گفتم بیدار شو، هرچی تلاش کردم اصلا جک از خواب تکون نمیخورد. سالها بعد این اتفاقات کاملا تمام شد و دیگه هیچ اتفاق عجیب غریبی توی این خونه نیفتاد. البته اد و لارن هم بی تاثیر نبودن، یه کارای انجام دادن که این موجودات شیطانی و این ارواح خبیث از اون خونه رفتن. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید و برام کامنت بذارین بگین چه پرونده هایی از اد و لارن دوست دارین تا براتون ویدیوشو بسازم. لطفاً کانال تازه تأسیس منم سابسکرایب کنید. شما اگه جای خانواده اسمور بودین چیکار میکردین؟ نظرتون رو برای من بنویسید.